این حادثه به همه شناس است. هستند جوانانی که میپرسند چون که مشق نمیکنی، تمرین نمیکنی، بعد یک بهانه زور دارن میگن که یکم بیاد از یکم سر میکنم، از یکم سر میکنم. خیر باشد. وقتی یکم که اومد میگم مشق نمیکنی، بعد میگن که از روز دوشنبه سر میکنم، از روز دوشنبه حتما سر میکنم. با این خاطر اکنون چی بهانه میجوید تنبل ها؟ هم یکم است و هم روز دوشنبه است امروز. تصور کنید 2 بر 1 آمد. شما تنبل بودید، تنبل میمونید. با این خاطر برای ورزش شیشتن سخن نیست، 1000 سخن جای یک نتیجه را نمیگیرد. برخیزید از جای و شروع به ورزش کنید. هر کجا ورزشگر از چند قدر آبروی بلند دارد، کوشش کنید پرچم بردار ملت باشه، نه اینکه برعکس. خود رو احتیاط کنید. شما رو در خط به گفتی خودتون در سپورت زال انتظار میشه، یا که میگه در زال، شما رو در زال انتظار میشه.